ما خیلی از مردمایی داریم که علمشان به اندازه ده ها عالم هست، اما فهمشان از اسلام به اندازه فهمی از یک کودک از اسلام نیست. او تو درد نمیخوره، او درد اسلام را دوا نمیکنه. این دانش در پی خود باید عمل داشته باشه. این اسلام نمیخواه که ذهنت پر از علم باشه، ذهنت پر از معلومات باشه، ذهنت پر از تاریخ ثبت کردن باشه. فلان عالم در فلان وقت وفات کرد، در فلان وقت تولد شد، این کتاب از کی است؟ از فلان عالم هست، در فلان صفحه آمده، در فلان صفحه ایت آمده. عملت به چی اندازه هست؟ یوسف قرضاوی میگه از کسی که پرسان کنه چند کتاب مطالعه کرده، میگه من 4 کتاب مطالعه کردم. میگه 4 کتاب مطالعه نکو، 4 خطی از یک کتاب را درست مطالعه بکو، درست عمل بکو که در زندگیت انقلاب ایجاد شود. ما که سالها و سالها 4 کتاب 400 کتاب را بخوانیم که در زندگی ما انقلاب ایجاد نشود، در جامعه ما انقلاب ایجاد نشود، در فکر ما انقلاب ایجاد نشود، در این جغرافیای 1.5 متری ما و شما انقلاب و حرکت ایجاد نشود، چی به درد میخوره؟ این چی دانشی هست؟ این دانش کدام دردی از امت را دوا خواهد کرد؟ ما امروز کم عالم دانشمند داریم؟ آیا مسئولیتی یک عالم دانشمند نمی هست که 5 وقت نماز بده؟ میگه عالم ما به هیچ چیز کار نداره، فقط این 5 وقت نماز خود را میخوانه، موسی به دین خود حساب بدین، به هیچ چیز کار نداره. خیلی خوب آدم است، خوب آدم است، میگه به چیز کار نداره. این مسئولیت پیامبر را که کجای استاد شده، میگم العلماء ورثه الانبیاء. و مردم به این دستای ما را بوسه کنن، نکنن بوسه. عالمی که میگه دست مرا بوسه کن، مرا احترام کن، چرا مرا تحویل نگرفته، چرا نام مرا یک خط نخواندی، پیشوند و پسوند ندادی؟ اشتباه کردی، نکرده اشتباه. دانش و عمل درست، یعنی اسلام تنها به شناخت ذهنی کفایت نمیکنه. ما فقط شناخت ذهنی از اسلام داشته باشیم. دانشی که در اعماق قلب ریشه داشته باشه، دانش سودمند و کارا. کدام دانش؟ که او دانش رو الله دانش گفته، انما یخشى الله من عباده العلماء. دانشمندا بیشتر از خدا میترسند. کدام دانشمند؟ او دانشمند که خدا دانش گفته، و دانش رو دانشمند که خدا گفته، الله متعال گفته. این دانشمند است. انما یخشى الله من عباده العلماء. این علما نیست که عموم علما باشه. او دانشی که در تو خشیت خدا رو پیدا نکنه، او دانشی که در تو تواضع پیدا نکنه، او دانشی که در تو محبت پیدا نکنه، او دانشی که در تو صمیمیت ایجاد نکنه، او دانشی که در تو عفو و گذشت ایجاد نکنه، او دانشی که در تو ایثارگری و فداکاری ایجاد نکنه، او دانشی که در تو شجاعت و غیرت و شهامت ایجاد نکنه، او دانش نیست و کم فهمی است، جهل است. این دانش در انسان تواضع ایجاد میکنه، آینده‌نگری ایجاد میکنه، کینه و بغض و عداوت و دشمنی را از قلب میکشانه. این دانشی که قلبت پر از کینه و بغض و عداوت باشه دانش نیست، جهل است. این روز قیامت حجت میشه برات، دلیل علیهت میشه. ما شکایت داریم امروز بیشترین حسد و کینه و بغض و عداوتی که دیده میشه در بین دانشمندا هست. چرا که دانش، همون دانشی که خدا گفته و دانش مد نظر نیست، همون دانش را تعقیب نمیکنه. فکر میکنه که دانش عبارت از فهم. دانش یعنی معلومات بالا و کافی. خیلی معلومات داره، نه معلومات در نمیخوره. معلوماتی که در پی خود معمولات و عمل نداشته باشه نیست دانش. دانش را ما چی کنیم که رسول الله از او به خدا پناه جسته؟ اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. ای پروردگار، من از علم به تو پناه میبرم که نفعش به مردم نرسه. چی کنیم علم را؟ عمر فاروق رضی الله عنه میگه پناه به خدا از دانشمند منافق. هر وقت میگه میزد از عالم منافق، از دانشمند منافق. ما که عالم میگیم تنها اهل مدرسه را نمیگیم. دانشمند کسی که یک ذره دانش داشته باشه، اهل مدرسه باشه، مکتب باشه، پانتون فرق نمیکنه. کسی سوال که گفت ای عمر، دانشمند چه قسم منافق می باشه؟ میگه دانشمند منافق او را گفته میشه که به زبان خود دانا باشه، در قلب خود بینش نداشته باشه. در زبان خود دانا باشه، زبانش خیلی تیز باشه، اما در قلب خود بینش درست از اسلام نداشته باشه. قلبش پر از کینه هست، پر از عداوت است، پر از بغض است، پر از حسد است، پر از حرص است، پر از ریا است، پر از برتری طلبی هست. این دانشمند منافق است. نزد یکی از فقیه ترین صحابه که عمر است.